تاجیکستان و قرقیزستان روز 8 نوامبر سال 2023 با نشر بیانیه‌های کوتاه امسان و بدون آوردن جزئیات درباره تفاوت دو جانب بر اثر باز قریب 18 کیلومتر از قطعه‌های بسیط در مرز بین دو کشور خبر دادند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در سالهای اخیر به مرز از هم ناآرام در آسیای مرکزی تبدیل یافته است. بر اساس این اطلاعیه رسمی، در اساس توافق جانب‌ها از 1 تا 8 نوامبر سال 2023 در شهر بوستان ولایت سوغد جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی گروه‌های کاری توپوگرافی ایالت‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحد دولتی برگزار گردید. گروه‌های کاری توپوگرافی 17 از 98 کیلومتر سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را موافقه نمودند. از روی نتیجه جلسه پروتکل داخلدار به امضا رسید. جلسه در فضای دوستانه و حسن تفاهم برگزار شد، گفته می شود در اطلاعیه. تفصیلات دیگر داده نشده است و معلوم نیست که دو جانب این بار بر اثر کدام قطعه‌های بحثی مرز دست به توافق یافتند، ولی در اطلاعیه گفته می شود که جانب‌ها وعده دادند که در جلسه نوبتی که در قلمرو جمهوری قرقیزستان دایر می‌گردد کارها را اوید به علامتگذاری منطقه‌های باقی مانده ادامه می‌دهند. بعد چند سال بنبست که تاجیکستان و قرقیزستان در تعیین و علامتگذاری منطقه‌های بحثی مرز خود 1 کیلومتر پیش رفته نتوانستند، دوشنبه و بشکک در یک ماه اخیر اینک بار سیوم درباره پیشروی در مذاکرات مرزی خبر می‌دهند. روز 8 اکتبر در پی مذاکرات گروه‌های خریطه‌ساز یا توپوگرافی ایالت‌های دولتی دو کشور اوید به تعیین و علامتگذاری مرزها که از 3 تا 8 اکتبر در شهر بادکند قرقیزستان برگزار شد، طرف‌ها خبر دادند که باز 43 کیلومتر و 320 متر مرز عمومی بین دو کشور را مشخص کردند. در دوره بعدی مذاکرات که از 12 تا 18 اکتبر سال 2023 در شهر بوستان ولایت سوغد تاجیکستان دایر شد، دوشنبه و بشکک در مورد باز قریب 18 کیلومتر قطعه‌های بحثی به سازش رسیدند. در عموم در یک ماه اخیر تاجیکستان و قرقیزستان بر اثر قریب 75 کیلومتر مرز بین دو کشور به توافق دست یافتند که این 20% یا 50 که تمام منطقه‌های بحثی تا حال تعیین و علامت گذاری نشده در مرز پرجنجال این دو کشور همسایه را تشکیل می‌دهد. یادآور می‌شویم با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تقریباً 350 کیلومترش همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه ها بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف می‌شوند. در 2 سال اخیر 2021-2022 در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 240 نفر کشته شده، حدود 750 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.